بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، حبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی نور، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با درس 62 از سلسله برنامه های تفسیر نور خدمت شما هستم. این درس رو به حول قوه الهی موضوع درسمون آیات 127 تا 131 سوره مبارکه بقره هست که ابتدا همونطور که میدونید ما محورهای درسمون به این سبکه که ابتدا تلاوت آیات رو میشنویم، سپس بعد از شنیدن ترجمه آیات و معانی کلمات سراغ مفاهیم میریم و با شرح و تفسیر بیشتر و جمع‌بندی بین تمامی آیات در نهایت درس و عبرت‌هایی را از آن می‌آموزیم. پس ابتدا گوش جان بسپاریم به تلاوت زیبایی از این آیات، آیات 127 تا 131 سوره مبارکه بقره. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قال اسلمت لرب العالمین. بله، با سلام مجدد. همونطور که این تلاوت زیبا را شنیدید، آیه 127 الله سبحانه و تعالی میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ترجمه روانی این آیه این میشه که بیاد آورید آنگاه که ابراهیم و اسماعیل دیوارهای خانه کعبه را بالا می بردند و می گفتند پروردگارا این کار را از ما بپذیر، همانا تو بسیار شنوا و دانایی. در آیه بعد همچنین دعای ابراهیم و اسماعیل ادامه داره. یه ترجمه روان از این چند آیه داشته باشیم، بعد برمیگردیم سر ترجمه کلمات. ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امة مسلمة لك وارنا مناسکنا وتب علینا انك انت التواب الرحیم. یعنی پروردگارا ما را تسلیم و مطیع خود قرار ده و از نسلمان نیز امتی مسلمان و مطیع به وجود آور و راه عبادت های من را به ما نشان ده و بر ما ببخشای، همانا که تو بسیار توبه پذیر و مهربانی. در آیه بعد 129 که الله سبحانه و تعالی دعای دیگر ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام را ادامه میده و تکرار میفرماید که ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، یعنی پروردگارا و از میانشان پیامبری را مبعوث گردان
تا آیات تو را برایشان بخواند و کتاب و سنت را بدانها یاد دهد و آنها را تزکیه نماید، همانا تو بسیار با عزت و کاردانی. در آیه 130 سوره بقره الله سبحانه و تعالی به وصف زیبای ابراهیم و تمجید از اون میپردازد و میفرماید و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه ولقد اصطفیناه فی الدنیا و انه فی الاخرة لمن الصالحین. یعنی به کسی که از آیین ابراهیم روگردانی کند نیست مگر کسی که خود را خوار و ذلیل کرده است و به ذلت کشانده است، حالان که ما ابراهیم را در دنیا برانگیخته و انتخاب کرده ایم و همانا او در آخرت از جمله شایستگان و نیکوکاران است. در آیه 131 که آخرین آیه درس امروزمون هست، الله سبحانه و تعالی فرمود اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. یعنی بیاد آورید آنگاه که پروردگار ابراهیم بدو گفت تسلیم و فرمانبر باش. ابراهیم گفت من تسلیم و فرمانبر پروردگار جهانیانم. خب دوستان، با توجه به این ترجمه روانی که از چند آیه 127 تا 131 گذشت، ما کلماتی رو مشاهده میکنیم که احتیاج به توضیح و تفسیر بیشتر داره. الله سبحانه و تعالی فرمود و اذ یرفع در اصل یعنی بالا بردن، و ابراهیم همونطور که قرآن کریم میفرماید در سوره حج و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت، نشان دادیم، نشان میدهد که بنای کعبه در اصل بوده در طول تاریخ و سپس ابراهیم خلیل با همکاری فرزندش اسماعیل علیه السلام به امر الله سبحانه و تعالی به راهنمایی جبریل امین علیه السلام مکان خانه کعبه را دوباره کشف کردند، پیدا کردند و بر همون اساس اول که توسط آدم علیه السلام، حضرت آدم علیه السلام در روی زمین بنا شده بود و بعضی میگن بنای اول بنای ملائکه هم بوده، بر همون اساس، بر همون شالوده، بر همون ستون دوباره دیوار کشی کردند. یرفع یعنی بالا می برد یا می ساخت. القواعد و اذ یرفع ابراهیم، بیاد آورید و همیشه گفتیم که اذ یعنی آن هنگامی که یا وقتی که یا زمانی که، و این ظرف زمان هست بهش میگن در دستور یا زبان مصطلح یا واژه لغت عربی، که تعلق به یک فعل مقدری داره، فعلی که در اذهان گوینده و شنونده در خطاب عربی وجود دارد و اون کلمه اذکر هست. یعنی بیاد آور ای محمد صلی الله علیه و سلم آن زمانی که ابراهیم علیه السلام و علی نبینا افضل السلام و اتم التسلیم دیوارهای کعبه را به امر الله بالا می برد. القواعد من البیت، در اصل گفتیم قواعد جمع قاعده است یعنی ستون و اساس، ولی تفسیر از آن کاملتر به نام دیوار هم شده، یعنی اون زمانی که پایه ها و شالوده های اساس خانه کعبه را بالا می برد. و همچنین اسماعیل، واو در اونجا بعدش واو عاطفه است، و همچنین اسماعیل همکار پدرش ابراهیم بود، ولی از اون جایی که ابراهیم در اصل ایشون به امر الله سبحانه و تعالی دستور داده شده بودند به بنای کعبه و ایشون شالوده را میگذاشتن و اساس میگذاشتن و اسماعیل براشون سنگ و تخت سنگ و مواد به اصطلاح ساختمانی نزدیک میکرد، کمک پدر میکرد، پس بنابراین یه فاصله افتاد اونجا. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت اصل ابراهیم بود و اسماعیل، و همچنین اسماعیل همکارش بود، کمکش میکرد. عطف بر
کار ابراهیم هست که مشارکت میکردن در یک کار و دیگه اونجا لفظ قالو را نگفتن. هرچی که ما در ترجمه به کار بردیم که میگفتند این دو پدر و پسر با هم دیگه میگفتن ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یعنی بعد از اتمام کارشون رو به خدای آوردند و به خاطر این اجر و این فضیلتی که نصیبشون شده بود برای بالا بردن دیوار خانه کعبه، برای بنیانگذاری مجدد یا تجدید بنای کعبه در طول تاریخ بشر، خوشحال و خرسند بودند بر این توفیق الهی و دعا کردند ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تقبل یعنی پروردگارا بپذیر، قبول فرما این عبادت ما را و این کار ما را، به راستی همانا تو یعنی پروردگارا تو بسیار شنوا و بسیار دانایی. شنوا بر دعای ما یعنی آنچه که میگوییم تو داری میشنوی و آنچه داریم انجام میدیم هم تو میبینی و آگاهی بر کار ما. بنابراین بر حال و مقال ما آشنایی داری، پس میدانی که ما با اخلاص این کار کردیم و حال هم رو به درگاه تا آوردیم، از تو طلب میکنیم که عبادت و طاعت ما را و این کار ما را بپذیر. یکی از بزرگان در وقتی تفسیر این آیه یا در شرح این آیه میفرمود که خدا شما را بیامرزد ابراهیم خلیل و اسماعیل بنای کعبه میکنید، باز هم میترسید که خدا قبول نکنه، میفرمایید که ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. و این نشانه اوج اخلاص و بندگی و دلهوره از این که نکنه خدایی نکرده به خاطر شائبه‌ای که در کارمون وجود داشته باشه اجرمون پایمال بشه. انسان مؤمن اینطور هست والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون. این که اهل ایمان همیشه وقتی کاری نیکی انجام میدن، حتی در هنگام صدقه دادن، در هنگام نماز خوندن، در هنگام کار نیک کردن، باز هم دلهوره این و دلواپسی این را دارند که نکنه خدای عزوجل، خدای مهربان، خدای قهاری که و عالم الغیبی که بر همه چیز اطلاع و آگاهی داره این عمل را قبول نکنه و اجر کامل بهش نده. سپس ادامه فرمود که ربنا وجعلنا مسلمین لک، یعنی پروردگارا ما دو نفر را یعنی پدر و پسر ما را تسلیم امر خود، چون مسلمین یعنی ما دو نفر را دو مسلمان مطیع خاشع فرمانبر خودت قرار بده و همچنین از نسل و ذریه ما امت و جماعت و گروه ها و انسان هایی را بیار که تسلیم و مطیع اوامر و فرمایشات و دستورات شما باشند. و ارینا مناسکنا، ارینا یعنی به ما نشان ده، به ما بیاموزان، یاد بده. مناسکنا، مناسک جمع منسک یعنی چی؟ یعنی عبادت. بعضی به قربانی تفسیرش کردن، ولی آنچه که بیشتر جمهور مفسرین بر این هستن یعنی راههایی که میشه باش عبادت کرد، اون راهی که خدا دوست داره عبادت بشه اون گونه باید خدای را عبادت کرد. و اینجاست که یک اصل بسیار خیلی محکم و بسیار زیبایی در شریعت اسلامی داریم که اصل در عبادات منع است، مگر اینکه دین وحی نازل شده باشه و به ما بگی که این کار را انجام بدید یا این کار را انجام ندید. پس همونطور که ابراهیم خلیل و اسماعیل با هم دعا فرمودند که ربنا و ارینا مناسکنا، به ما نشون بده که چطور عبادتت بکنیم. حالا فرق نمیکنه مناسک، بعضیا خاصش کردن به مناسک حج، چون بعد از بنای کعبه اون چیزی که به نظر میرسه در کنار این خانه مقدس چطور باید عبادت کرد، چی کار باید کرد. خب طواف میشه، سعی میشه، به منا و عرفات و مزدلفه میرن. این مناسک رو خداوند عزوجل به ابراهیم طلب کرد و اسماعیل طلب کرد از خداوند عزوجل تا بهش یاد بدن و جبریل به اونها از طریق خداوند عزوجل به اونها یاد داد. و تب علینا انک انت التواب الرحیم، و بر ما ببخشای. این توبه
از باب گناه نیست، بلکه از باب تقرب است، از باب طلب پاکی بیشتر هست، از باب گذشت تقصیراته. چون پیامبران گناه نداشتن، معصوم از خطا بودند، ولی میخواد به ما یاد بده که حتی در هنگام انجام عبادت، حتی در انجام ادای وظیفه شرعی، انسان مؤمن و مسلمان نباید خودش رو تبرئه بکنه. شاید تقصیری داشته، اشتباهی داشته و حواسش پرت بوده به قول ما الی آخری، و اینجاست که بعد از عبادت هم باید توبه کرد. و به همین خاطر در سنت هست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از تکبیر، بعد از تسلیم نمازها، سلام دادن نماز، 3 بار تکبیر میگفتن، الله اکبر میگفتن و 3 بار میفرمودن استغفر الله العظیم و اتوب الیه، استغفر الله العظیم، استغفر الله العظیم، استغفر الله العظیم. 3 بار استغفار میکردن، اون هم بعد از نماز. نماز خودش سراسر عبادت معنوی است. استغفار برای کم کردن اون. و تواب یعنی بسیار توبه پذیر، کسی که همیشه دوست داره دیگران بهش بر بگردن و اشتباهاتشون بگذره. وابعث فیهم رسولا منهم ربنا وابعث فیهم، یعنی پروردگارا مبعوث گردان از میان خودشان، فیهم یعنی در میان آنها یا از میان آنها، یتلو علیهم. خب وظیفه این پیامبر آخر الزمان که از میان خودشون باشه چیه؟ تلاوت کند بر ایشان، این یک وظیفه است. یزکیهم، تزکیه کند آنها را، و یعلمهم، یزکیهم و یعلمهم و یتلو علیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم. پس یکی تلاوت هست که ابلاغ و آموزش عمومی است، و یکی تعلیم هست که معنا آموزش احکام و عقاید و جزئیات دین هست، و یکی تزکیه هست که همون به اصطلاح راه اخلاص و دوری از هر نوع شرک و خرافات و تدرج بر کمالیات اخلاقی است. از معانی دیگر کلمات یرغب عن همچنین فرمود در آیه بعد. پس در اینجا الله سبحانه و تعالی در آیه بعد یعنی و من یرغب عن ملت ابراهیم، الله سبحانه و تعالی فرمود که یرغب عن یعنی کسی که رویگردانی کند از. یرغب جالب است که بدانیم که ممکنه فی به معنی با فی بیاید، با ان بیاید. اگر بعد از یرغب رغبت در میشه فی، میل و اشتیاق، ولی یرغب عن وقتی اومد به معنای روگردانی و سرباز زدن. ملت ابراهیم، ملت ابراهیم به معنای دین ابراهیم هست. بقیه کلمات رو انشاءالله بعد از یک میان برنامه ادامه خواهیم داد. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بله بینندگان عزیز، با سلام مجدد، همینطور که عرض کردم خدمتتون، یرغب عن یعنی رویگردانی کرد، و ملت ابراهیم یعنی دین ابراهیم. ملت یعنی دین، به معنای جماعت و گروه هم میاد، ولی در اینجا به معنای دینه. و ما یرغب عن ملت ابراهیم یعنی کسی که روگردانی کرد از دین ابراهیم. الا من سفه نفسه یعنی کسی که روگردانی کرد از دین ابراهیم نیست مگر اینکه خود را سبک شمرد، خیشتن را خوار کرد، خیشتن را ذلیل کرد. و سپس فرمود اصطفیناه، ولقد اصطفیناه یعنی او را به تحقیق برانگیختیم. اصطفا یعنی برانگیختن. اسلم فعل امر هست برای ابراهیم اون زمانی که خداوند بهش دستور داد که این کارها باید انجام بدی و تسلیم مطیع و مطیع باش. ابراهیم پاسخ داد که من تسلیم هستم، مطیع هستم، فرمانبردار هستم. اسلمت لرب العالمین. از مفاهیم زیبای لغوی همونطور که اشاره کردم خدمتون، یکی یرفع است. برای یرفع یعنی بالا بردن، ساختن دیوارها یا اساسهای خانه کعبه، خانه مشرفه کعبه بر شالوده و اساسی که قبلا بوده، همونطور که در سوره حج هم میاد و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت. و این کنایه لطیف و زیبا به ساختهای قبلی قبل از ابراهیم هست که در طول تاریخ صورت گرفته، که بعضیا میگن ابتدا توسط فرشتگان و سپس توسط آدم علیه السلام.
و به همین خاطر در سوره آل عمران آیه 96 داریم که ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا و هدی للعالمین، یعنی اولین خانه‌ای که در روی زمین برای مردم بنا شده تا اینکه به سویش حج بکنند و طاعت و بندگی به جا بیارند، آن خانه است که در مکه است. بکه اسم قدیم مکه است. و همچنین یرفع ابراهیم و اسماعیل، همونطور که عرض کردم خدمتتون، فاصله انداختن بین ابراهیم و اسماعیل با القواعد من البیت شاید بیشتر به خاطر این باشه که ابراهیم در اصل کار ساخت را انجام میداد، در حالی که اسماعیل همکار او بود و براش مواد ساختمانی را نزدیک میکرد. و ربناهای قرآن ببینید همیشه دلیل بر این میکنه که بلا فاصله دیگه لفظ اونجا قالو نگفت، دیگه بعد از اینکه این کار را انجام دادن تمام کردن بلا فاصله دست به دعا بردن. و این نشون میده که انسان مؤمن مسلمان بعد از انجام هر کار خوبی که به نظرش میرسه از خدا طلب بکنه بارالله این عبادت را، این طاعت را، این بندگی را بپذیر. و همچنین فرمود رسولا وابعث فیهم رسولا منهم، رسولا وابعث فیهم، از در میان خودشان برانگیز، در میان خودشون برانگیز، رسولا منهم. این رسولا منهم یه دلالت خاص داره و اون همین جمله حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که انا دعوت ابی ابراهیم، در حدیثی است که در مسند امام احمد اومده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود انا دعوت ابی ابراهیم و بشرا عیسی. و اینجاست که واقعا اون دعای ابراهیم علیه السلام مستجاب شد و از میان خود قوم از سلاله اسماعیل محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در میان خودشون برانگیخته شد تا اینکه دین خدا را، دین آخر را، دین اسلام را به تمام جهانیان ابلاغ بکنه. و همچنین جمله لقد اصطفیناه یعنی استفا بر انتخاب برتر، پاکترین را انتخاب کردن. اینجا فهمیده میشه که پیامبران و رسول همیشه بهترین مردم هستند و لفظ اسلم یعنی تسلیم بندگی و اطاعت باش. اگه به شرح مختصر و تفسیر کوتاه این آیات بپردازیم می‌فهمیم که قرآن حکایت حال بنای کعبه را توسط ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام برای پیامبرش محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و سایر مؤمنین بازگو میکنه و میفرماید تا به عظمت این خانه مشرفه و این بنیان مقدس پی برده بشه و به راه این بزرگواران رهنمون شوند و همانند آنها موحد و یکتاپرست باشند. و الله نیز فرمود ای محمد بیاد آور آن هنگام که ابراهیم و اسماعیل دیوارهای خانه کعبه را بالا می بردند و می گفتند پروردگارا این کار نیک را از ما بپذیر، همانا توی بسیار شنوا و بسیار دانا. یکی از صالحین به نام وهیب، همونطور که قبلا عرض کردم رحمت الله علیه، میفرماید وقتی به این آیه میرسید و تلاوت میکرد میگرید و میگفت ای خلیل رحمان، شالوده های کعبه را داری بنیان گذاری میکنی، آن وقت میترسی که عملت پذیرفته نشود؟ آن وقت میترسی که عملت پذیرفته نشه؟ آری این گونه است کار مؤمنان مخلص که همیشه از رد شدن عبادتشان دلهره دارند و هرگز به کار خود غره نمیشند. مفسرین همانند ابن کثیر رحمت الله علیه، همچنین سیوطی رحمت الله علیه و دیگران در شرح این آیه روایاتی را ذکر کردند دال بر هجرت ابراهیم خلیل علیه السلام و سپس بنای مجدد کعبه در اونجا ذکر کردند که به علت طولانی بودن اون روایات ما از کل اون روایات میگذریم. مجمل آن در این آیه اومده کفایت میکنه. از جمله دعای این دو پیامبر بزرگوار این بود که طلب استقامت، اونجایی که فرمود ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امه مسلمه لک، این طلب استقامت برای خودشان و نیز طلب استقامت است و طلب خیر برای نسل آیندهشون. خودشون که بعد این حق بودن و خودشون دارن عبادت میکنن، بلکه موفق شدن توفیقی از این بزرگتر که بنیانگذاران و مجددان بنیان کعبه باشند، ولی با این حال میفرمایند که ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امه مسلمه لک. و این دعای استقامت. انسان مؤمن نباید به انجام عبادت
دیگه قراره بشه و بگه که خب من دیگه الحمدلله بر خیر، الحمدلله هستم، ولی طلب استقامت بکن و این طلب استقامت را باید از ابراهیم و اسماعیل آموخت. همچنان که الله سبحانه و تعالی به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دستور داد که واستقم کما امرت و من تاب معک، و اینکه آنها هم اهل ایمان و استقامت باشند. و همچنین برای نسل و ذریه و فرزندان و نوادگان هم انسان باید دعا بکنه. بارالله فرزندانم، نوادگانم، ذریه‌ام را انسان‌های صالح قرار بده و اونها رو توفیق استقامت عنایت فرما. در آثاری که ابن خزیمه و طبرانی رحمت الله علیهما از علمای سنت هستند و همچنین حاکم و بیهقی رحمت الله علیهما و دیگران از صحابی جلیل قدر حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما و همچنین از تابعی جلیل قدر مجاهد رحمت الله علیه روایت کردن آمده است که پس از دعای ابراهیم خلیل الله تبارک و تعالی جبریل امین را فرستاد تا مراسم و مناسک حج را به او یاد بده و این همان معنای ارنا مناسکنا است. عرض کردم ارنا مناسکنا به وجه خاصش ممکنه همون مراسمی باشد که ما الان در مراسم حج داریم انجام میدیم، از طواف خانه خدا، سعی بین صفا و مروه، رفتن به منی، رفتن به مزدلفه و عرفات و همچنین این مراسمی که داره انجام میدیم یه جمرات و امثال اون، و ممکنه به شکل کاملتر تمامی عبادت ها باشه. و ابعث فیهم رسولا منهم، که عرض کردم در میان آن امت مسلمه که بعد از ما میاد، ملت مسلمانی که بعد میاد، ذریه و نسلی که بعد میاد، از نسل ماست پیامبری را برانگیز، که از نسل ما هستند پیامبری برانگیز. این دعای مبارک ابراهیم استجابت شد و در روایتی مشهور پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود انا دعوت ابی ابراهیم و بشرا عیسی. در آیه بعد همچنین اونجا الله سبحانه و تعالی اداره همین آیه رسالت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم در این سه جمله خلاصه میشه: یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. یتلو علیهم، تلاوت ابلاغ هست، عمومی است، بیان این که راه حق کجاست، توحید چیه، شرک چیست، کلیاتی که در مسائل عقیدتی و خداشناسی و دنیاشناسی و کلا جهان شناسی وجود داره و اون عمومیاتی است که هر مسلمانی به عنوان کلیات اصول ایمان باید باش آشنا باشد. و ما میدونیم که اصول ایمان از این 6 تا ارکان اسلام یا اصول ایمان این هاست: ایمان به الله، ایمان به ملائکه‌اش، ایمان به پیامبران و کتاب‌های الهی و همچنین روز آخرت و قضا و قدر. و این یک ابلاغ عمومی است. جزئیاتی داره این ایمان که مقتضای آن باید عمل کرد و دستورات را اجرا کرد که همون اسلام عملی است. یعلمهم الکتاب و الحکمه. در اصل دین ما در این کتاب مقدس خلاصه میشه. یعنی آنچه که الله سبحانه و تعالی نازل کرده به عنوان دستوراتش در این کتاب هست و تفصیلات اون را ما در سنت میخوانیم. یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جریان این دین رو در طول مدت 23 سال انجام داد، اجرا کرد. و اینی که الحکمه که در قرآن میاد همیشه، بعضیا به شرح تفصیلی و طریقه تطبیق دین و بعضیا خیلی مختصرتر به نام سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خلاصش میکنن. و همچنین تزکیه یکی دیگر از مراحل دین هست و اون اخلاقیات هست، دوری از تمام شرک و خرافات و انجام این عبادت ها فقط مخلصا لله عز و جل. این کمال اخلاق میخواد و تزکیه نفس میخواد تا اینکه انسان در این را به تدرجی برسه که الله سبحانه و تعالی مرادش هست و در اونجا نه افراط است و نه تفرید. من در اینجا بحث را خاتمه میدم و اگر کوتاهی هایی بود در این بحث شما به بزرگواری خودتون ببخشید. درس و عبرت های مختصری در 3 تا من خلاصش میکنم. یکی از اونها اسباب امامت و ابراهیم قدوه بودنش در راه خیره که از همون بنای کعبه هم یکی از اونهاست و بنیاد توحیده. یعنی انسان مسلمان باید در نظر بگیره که هر جا که هست قدم خیر داشته باشه و باعث خیر بشه. هر مسلمانی میتونه با مشارکت در بنای مسجد و عمران آن پیرو سنت ابراهیم و پیرو دین محمد صلی الله علیه و سلم باشد.
همچنین مسلمان در انجام کار نیک همیشه دل امید به قبولیت الهی بسته است و بر کار خود غره نمیشه، هرچند که ممکن اون کار در ظاهر بزرگ باشه. مسلمان برای اصلاح و رستگاری نسل خودش دعا میکنه و همیشه از خدا میخواد همونطور که خودش صالح هست توفیق صلاح و رستگاری داره، به بچه‌هاش و نوادگانش هم توفیق صلاح و رستگاری بدن. دین اسلام امتداد راه و دین ابراهیم خلیل هست، نه نقصی و نقض آن، زیرا بر اساس توحید و اخلاص بنا شده است. به همین قدر اکتفا میکنیم تا درسی دیگر. خدا یار و نگهدارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.